آقا این کلیپ همتون تو مجاز دیدین یا آبجیه، میگه بیاین بلوچستان سفر کنین، نگران هیچی نباشین. چیزیه که 2 سال من دارم روش فعالیت میکنم. باز هرچی مرده، هرچی بلاگر بلوچه تو گوشیشون اینستاگرام نصب کردن اومدن بر علیهش استوری و پست درست کردن. عزیز من، طرف از هزارها کیلومتر از شهرستان بلند شده اومده بلوچستان واسه گردش، واسه مسافرت، کارسوختش کودینگ توف بریزه تو باکش. چطور وقتی ما میریم شهرستان تو هر فنفی رفتن سهمیه شهروندا 30 لیتر بوده، میگفتن پلاک 95 پرش کن مسیر دوره. ناکو صدا میکردن، میگفتن شما بزرگان میگین ناکو. یه چیزی بگین معنی مفهومی داشته باشه، 4 نفر بشنوه بهتون نخنده. مگه گردشگرا مسافرا میان نوروز بلوچستان، به خصوص چابهار، فقط واسه اوناست؟ از اینکه روش هزارها کاسب تو بلوچستان 100 برابر میشه در نظر نگرفتین؟ از اینکه بلوچستانمون تو محرومیت نمونه در نظر نگرفتین؟ از اینکه هموطنانمون میان بلوچستان رو از نزدیک میبینن، برخلاف اونایی که دارن فعالیت میکنن بلوچستانمون رو بعد جلوه بدن، بلوچستانمون همیشه تو محرومیت بمونه، هموطنان بر علیه بلوچستان باشن، در نظر نگرفتین؟ تنها دلیلتون اینه یارو یه چالیتی دستش، آقا این کاسه به کارش نمینه، میاد از من و تو این اون چالیت دولید میگیره، جمع میکنه، یه 20 60 تکمیل میشه، میره میفروشه، نون نمکی بشه واسه. یه چیزی بگین 4 نفر بشنوه بهمون نهنده، برخلاف ما فعالیت نکنین. هیچ طایفه‌ای به اندازه طایفه ما واسه بلوچستان شهید نداده و هیچ کسی به اندازه من حساس عاشق بلوچستان نیست. خواهشاً هر چیزی میبینین و میشنوین یکم روش فکر کنین، بعدا رسانه ایش کنین. من کوچیکتونم، عزیز منین. زنده باد بلوچستان، آباد باد منی بلوچستان.